سلام دوستان، من دانیال هستم و خیلی خوش اومدین به چنل فوتیکست. امروز در حقیقت می‌خواستیم در مورد بایر مونیخی صحبت کنیم که این روزا حال و هوای خوبی نداره و خیلیا یه جورایی دیگه نمیشناسیمش. از اون بایر مونیخی که بارسا رو 8 میکرد خیلی وقت خبری نیست. شاید بیشتر از همه بارسایی یا هوادارهای بارسا از همه خوشحال‌تر باشن از وضعیت بایر مونیخ. ولی حالا باید بریم در ادامه فصل واسه بایر مونیخ چه اتفاقاتی میفته. آیا توخل میمونه تا آخر فصل بعد جدا میشه یا با توجه به مساوی هم که داشتن با فرایبورگ الان جدا میشه؟ هیچی معلوم نیست. ولی اونجوری که گمان زنی شده مثل اینکه از فصل بعد شاید ژابی آلونسو، کسی که 33 بازی با بایر لورکوزن نباخته و صدر جدول بوندسلیگا رو در دست گرفته، شاید سکان بایر مونیخ رو به عهده بگیره که واقعا من خودم دوست دارم ژابی آلونسو بره به لیورپول. حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی تو ادامه فصل و در تابستان پیش رو پیش خواهد افتاد. میریم سراغ اتفاقاتی که واسه بایر مونیخ افتاد. اصلا ببینیم بایر مونیخ کجای جدول. بایر مونیخ در رده دوم جدول 24 بازی و 54 امتیاز قرار داره که لورکوزن یه جورای دیگه شما قهرمان این فصل بوندسلیگا بدونین بدون هیچ شکی. ولی بایر مونیخ فکر میکنم همونجوری تو ویدیو قبلم گفتم برای نایب قهرمانی باید با اشتوتگارت بجنگه. اشتوتگارت امسال خیلی تیم خوبی نشون داده و الان در رده سوم جدول با یه بازی کمتر، یعنی اگه بازی پیش روشون رو ببرن اختلافشون با بایر مونیخ فقط به 4 امتیاز میرسه. و اگه به بازی‌های پیش روی بایر مونیخ نگاه بکنیم میبینیم که بایر مونیخ با اشتوتگارت هم بازی خواهد داشت و با دورتموند هم همینطور. بایر مونیخ بازی خیلی سختی رو در پیش داره. حالا باید ببینیم آیا همین الان تو این یک هفته سری توخل اخراج میکنن بعد بازی لیگ قهرمانانشون با لاتزیو یا نه توخل میمونه تا آخر فصل. میریم یه نگاهی به بازی‌های بایر مونیخ ما بندازیم، اصلا ببینیم از کجا شروع شد. اگه یادتون باشه این فصل اول بازیشون با دورتموند یه التیماتوم ریزی به توخل داده بودن که آقا شما باید ببرید، که همون بازی هم توخل رفت 4 کرد. اینجا شما میتونید ببینید. ولی باز چیز محکمی واسه سران باشگاه نبود، چون همه میدیدن که اون بایر مونیخ همیشه نیست. و حالا این جنجاله از کجا شروع شد؟ از جایی که بایر مونیخ 5 از فرانکفورت خورد که خیلی گفتن آقا بایر مونیخ چرا باید 5 از فرانکفورت بخوره؟ بایر مونیخ خودش بارسلونا رو 8 میکرد، الان از فرانکفورت 5 خورده و اومدیم جلو. رسیدیم به بازی بایر مونیخ و لورکوزن، جایی که حکم اخراج توخل زده شد، جایی که آقا مدیر سران باشگاه گفتن ما دیگه توخل از فصل بعد نمیخوایم و یه جورایی تو رختکن هم توخل با بقیه بازیکن‌ها ارتباطش به هم ریخته بود. یعنی حتی خود بازیکن‌ها هم ارتباطشون با هم به هم ریخته بود. حتی یه خبری من شنیدم که گفته بودن کین و نویر با مولر و کیمیش به مشکل خوردن، یعنی کین و نویر با هم تیم شده بودن علیه مولر و کیمیش، که ما همین چیزی رو تو بایر مونیخ نمی‌بینیم. بازیکن‌های بایر مونیخ یادتون باشه همیشه بازیکن‌های خیلی بی‌حاشیه‌ای بودن، حاشیه خاصی دور و بر تیم بایر مونیخ خیلی کم می‌شده باشه. ولی الان می‌بینیم که همه با هم تو رختکن مشکل دارن. در اصل ماتئوس هافک سابق تیم ملی آلمان و بایر مونیخ هم یه تیکه جالبی به توخل انداخته که گفته موفقیت الان ژابی آلونسو به خاطر توئه آقای توخل که همه بازی‌ها رو داری میبازی و یعنی نتیجه نمیگیری. هم بازی رو میبازی که قشنگ نیست ولی نتیجه نمیگیری. خب دوستان بریم سراغ بازی بایر مونیخ لورکوزن. یه آنالیز ریزی از این بازی ما داشته باشیم. یه نگاه که به آمار بازی میکنیم میبینیم که بایر مونیخ تو کل 90 دقیقه بازی فقط یه شوت تو چارچوب زده بود. میشناسین شما این بایر مونیخ رو؟ حقیقتا من نمیشناسم که بایر مونیخ تو 90 دقیقه یه شوت تو چارچوب بزنه. ولی لورکوزن با اقتدار 14 تا شوت زدن و 8 تاش تو چارچوب و بیچون و چرا باید میبردن این بازی رو. یه نگاهی که درصد مالکیت میکنیم بایر مونیخ مثل همیشه
تو همه بازی هم که میوازه بایر مونیخ مالکیت رو داره. 61% به 39% بود و اگه بازی رو تماشا کرده باشین، اگه مانوئل نویر نبود بایر مونیخ میتونست بیشتر از اینها هم گل بخوره. خیلی توپای خوبی رو در آورد. خب بریم گلا رو ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد. این گل اول بایر لورکوزن بایر مونیخ بود. اینجا از راه رسید و در ادامه اوپامکانو تو رد کرد و حالا توی دروازه تو قرار میگیره. استانیشیش خوشحالی خودش رو هم انجام. این گل اول بایر لورکوزن به بایر مونیخ بود. یه دقیقه نظم خط دفاعی بایر مونیخ شما ببینید. 3 دفاع که یه دفاع هم عقب‌تر آفساید رو کاملا پر کرده و 3 تا هافکی که شما اصلا سیستم الان یه تیکه بایر مونیخ متوجه میشید چقدر آشفته. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. بازی 0-0 رو دقیقه 17 همه چی عادیه. ولی شما خط دفاعی بایر مونیخ رو تو این صحنه ببینید کاملا آشفته است. صحنه استر رو ببینید، پرتاب رو بلافاصله انجام دادن. موقعیت خطرناک برای لورکوزن و یه پاس تو عرض که لایی که اوپامکانو خورد و خط دفاعی که همون 3 تا هیچ کدومشون نتونستن این توپو دفع کنن و خیلی راحت اومد زد. یعنی توخل و من خودم هم حتی یادتون باشه تو چلسی خیلی نظم دفاعی خوبی داشت تیمش، ولی الان میبینیم که اصلا افتضاح بود تو این صحنه بایر مونیخ. بریم سراغ گل دومی که بایر لورکوزن به بایر مونیخ زد. یوپانکس همه در بایر مونیخ تو این سال‌ها تونستن. شما همون صحنه اول بازی اگه نگاه کنین میفهمید دفاع بایر مونیخ چقدر داغون نشون داد. باز هم تو این صحنه قهرمان بشه دترانسی فلیپ ایشون قهرمان شدن در بوندسلیگا. پشت محوطه عالی موقعیت دیویس تک به تک با دروازه‌بان. یه چیزی که تو دفاع بایر مونیخ مشهوده و همتون فکر کنن دیدین، گپ بین دفاع‌های بایر مونیخه که خیلی بایر مونیخ دفاعش نسبت به هم بازی میکنه و شما با 1-2 میتونین راحت عمق دفاع بایر مونیخ رو هدف بگیرین و این افتضاحه برای تیم مثل بایر مونیخ. دیدین که با یه پاس 2 تا پاس راحت یه گپ زیادی بین دفاع راست بایر مونیخ و دفاع وسط بایر مونیخ ایجاد شد که این اصلا خوب نیست. بریم سراغ گل سوم بایر لورکوزن. دروازه خالی فرصت. من یک چیزی که برای خودم جالبه اینه که چرا باید 2-0 در حالی که بازی 30 ثانیه مونده تموم شه گل رد بیاد جلو. حالا درسته یه تیم همه دیگه چه فرقی میکنه، همه چی شاید دست داده حالا 3-0 به بازه، ولی برای خودم سواله که چرا یه تیم سر 2-0 گل رو دقیقه 95 میاره جلو که 30 ثانیه دیگه بازی تموم میشه. از فریمپونگ موقعیت خطرناک دروازه خالی تیم بایر مونیخ از همونجا ضربه رو میزنه و گل سوم و یه گل راحت بچه مدرسه‌ای طور بایر مونیخ اینجا هم به بایر لورکوزن زد. اصلا احساس می‌کنم بی انگیزه، اصلا انگار همه چیشون رو باختن بایرنیا دارن فوتبال بازی میکنن. نمیدونم توخل داره واقعا با این تیم چی کار میکنه. ترکیبی که توخل تو این بازی جلوی لورکوزن هم انجام داد به نوع خودش جالب بود، چون توخل از اول فصل یه جورایی تو بایر مونیخ داره 4-2-3-1 بازی میکنه و یهو میاد جلوی بایر لورکوزن ترکیبو به 3-4-2-1 تغییر میده. آره ما خیلی همون توخل رو تو چلسی با ترکیب 3 دفاعه میشناسیم که پیستونای چپ و راستش نفوذ میکردن، ولی آیا اینجا به نظر شما جواب میده با اینکه پیستون راستتون مزروعی و پیستون چپتون بویه؟ شما واقعا فکر میکنید این سیستم، اونم جوره بایر لورکوزنی که قبل این بازی 28 نقطه بازیشو نباخته بود، یهو میاد سیستم ترکیبش رو به 3-4-2-1 تغییر میده. حالا چه 3-4-2-1ی؟ 3-4-2-1ی که کیمینجا دفاع چپ بود، اریک دایر وسط بود و اوپامکانو راست بود که شما تو هر 3 تا گلشون نگاه بکنین، هر 3 تا گلی که بایر مونیخ خورد نگاه کنه، فاصله گپ این 3 تا خیلی زیاد بود و اون پیستونه راست و چپ اصلا نبودن تو هیچ کدوم از این صحنه‌هایی که بایر مونیخ گل خورد. خب مفهوم 3 دفاعه چیه؟ چرا 3 دفاعه بازی میکنن؟ این که پیستون راست و چپ نفوذ کنه و برگرده. یعنی حالا یا 5 دفاع یا 3 دفاع. 5 دفاع مفهومش اینه که این پیستون چپ و راست کمتر نفوذ میکنن، ولی 3 دفاع بیشتر، ولی در هر صورت چپ و راست شما باید برگرده عقب که بایر مونیخ تو هر 3 تا گل
پیستونه چپ و راستشون بر نگشتن عقب. هافبکشون رو نگاه میکنیم که گورتسکا هافبک مرکزیشون بود که افتضاح بازی کرد. همه توپای پشت محوطه رو با لورکوزنیا میزدن که این اصلا خوب نیست. دوتا هجومیشون موزیالا و سانه بودن و نوکشون هم هری کین که شاید تنها بازیکنی که خوب بوده امسال تو بایر مونیخ همین هری کین بوده که 27 تا گل هم زده. درسته تو این بازی عملکرد خوبی نداشته چون یه مهاجم باید بهش توپ برسه. هر پستی تو فوتبال یه وظیفه‌ای داره. وظیفه مهاجمه که توپو به گل تبدیل کنه. ولی توپی ها به هری کین رسید؟ من که ندیدم یه توپ دست هری کین بیفته و بگیم نزده. یکی از مشکلات دیگه‌ای که به نظر من بایر مونیخ تو این فصل داره اینه که ثبات نداره تو خط دفاعیش. یعنی توخل هر بازی داره خط دفاعیشو تغییر میده. جلوی لورکوزن اومد خط دفاعی اریک دایر، اوپاماکانا، کیمینجا رو گذاشت. تو بازی بعدیشون جلوی لاتسیو که باز هم بازی یکیش واگذار کردن اومد خط دفاعی اوپاماکانا و کیمینجا رو گذاشت که اوپاماکانا اخراج شد. بازی بعدیشون جلوی بوخوم اومد دیلیخت و کیمینجا رو گذاشت. تو هر بازی هم دفاع چپش رو تغییر میداد. یه بار گوئررو بود، یه بار بوی بود، هر بازی تغییر میداد. بازی بعدیشون جلوی آربی لایپزیگ که تونستن 2-1 ببرن اومد دیلیخت و اریک دایر رو تو خط دفاعی قرار داد. یعنی تو 4 تا بازی 4 تا زوج مختلف تو خط دفاعی بایر مونیخ بود. خط دفاعی ببین شما تو خط حملتون اگه مهاجم عوض کنین تغییر بدین خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه. ولی شما تو خط دفاعیتون بیان هی زوج تغییر بدین اصلا منطقی نیست. اونم الان تقریبا آخرای فصلی. آره 5 تا بازی اول یه مربی میاد بازی پیشرفت، بازی پیش‌فصل و 5 تا بازی اول لیگو میاد میخواد به یه زوج که بتونه روش اعتماد کنه برسه. این قبول. ولی اینکه شما آخر فصل بیاید 4 تا بازی 4 تا زوج عوض کنین اونم تو خط دفاعی اصلا افتضاح، مورد قبول نمیتونه باشه. بعد اومد تو بازی جلوی سالزبورگ که بردن، تو بازی با لایپزیگ که بردن گوئرو رو گذاشت چپ، کیمیشو گذاشت راست که این بازی خط دفاع بایر مونیخ خیلی خوب کار کرد و این یه جورایی جواب داد. بازی بعدیشون که این هفته برگزار شد که 2-2 کردن جلوی فرایبورگ، دوباره اومد زوج خط دفاعی عوض کرد. اومد گذاشت کیمینجا رو اریک دایر. نمیدونم واقعا چی بگم. چرا آقای توخل؟ یک دقیقه به بازی آخری بایر مونیخ و فرایبورگ که داشتن با هم یه مراجعه بکنیم که فقط میخوام یه دقیقه 2 تا گلی که بایر مونیخ خورد و با هم ببینیم. شما تو این صحنه ببینید چقدر دفاع بایر مونیخ نامنظمه. یه مربع تشکیل دادن تو خط دفاعی اون وسط، پر فضاهای خالی. ببینین باز فضای خالی که راحت توپو تو نقطه کور دروازه‌بان انداختن، یه نفر اومد هد زد. سوپر سیو مانوئل نویر تو ریباند. باز همه بهتون گفتم خیلی فضای خالی داره بایر مونیخ تو محوطه جریمش. یعنی شما هر شوتی بزنین هر جا بیفته اگه مهاجم شما اونجا باشه اون توپو یه جوری یا میشوته یا یه اتفاقی میفته، چون انقدر بایر مونیخ تو جایگیری مشکل داره که واقعا چیزی نمیشه گفت. اینجا توپو دور کردم. شما تو یه چیزی که خیلی بیشتر از خط دفاعی تو بایر مونیخ می‌بینی که افتضاحه و یه جورایی مقصر اصلیش هم گورتسکاه، اینه که توپایی که پشت محوطه جریمه بایر مونیخ میفته هیچ کدوم جمع نمی‌کنن هافبک‌های بایر مونیخ. ببینید اینجا با جمع نکرد. ببینید اینجا هدو زد دفاع بایر مونیخ، باز توپ پشت محوطه رو جمع نکردن و بنگ. این مشکل این بازیکنان نیست، این بازیکنان سال قبل هم بودن. مشکل از آقای توخله که چرا باید اینجوری باشه واقعا. گل دومشون هم ببینیم.
همون حرفی که زدم بهتون، راحت بازیکن‌های حریف تو محوطه بایر مونیخ صاحب توپ میشن و انقدر فضا دارن، انقدر راحتن که اینجوری برمیگرده میشوته. این مشکل بازیکن نیست، این مشکل توخله. این مشکل توخله که هر بازی داره زوج خط دفاعی تغییر میده. وقتی شما هر بازی زوج خط دفاعی تغییر میدید همین اتفاق میفته. اوپاماکانو کنار 10 نفر بازی کرده. شما بعدش از هاف دفاعی که کنارتون بازی میکنه شناختی به دست بیاریم و این بعضی وقتا حتی نیم فصل هم طول میکشه. وقتی میان یه بازی اینو میذاره، یه بازی اونو میذاره، یه بازی اینو میذاره، نمیشه اینجوری نمیشه. اینجوری وضعیت دفاع بایر مونیخ میشه این، وضعیت هافک بایر مونیخ میشه این که توپای پشت 18 رو همه رو میبازن بایر مونیخیا، همه رو. بریم سراغ بازی بعد بایر مونیخ که بازی بعد بایر مونیخ با لاتزیو تو لیگ قهرمانانه که فکر میکنم اگه این بازی رو ببازن توخل رو اخراج کنن، چون بازی رفتم یکیش باختن. اگه حذف بشن فکر میکنم توخل اخراج بشه، نذارن حتی تا آخر فصل هم رو نیمکت بایر مونیخ بشینه. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. بازی بعدشون با ماینز، بازی بعدشون با دارمشتاند، بازی بعدشون با دورتموند تو خونه که بازی سختی دارن اینجا. بازی سخت بعدیشون با یونیون برلینه که تو خونه یونیون برلینه و بازی از همه سخت‌ترشون بازیشون با اشتوتگارت که تو خونه اشتوتگارت هم هست که اینجا واقعا سر نایب قهرمانی دو تا تیم باید تا آخر فصل با هم رقابت دارن. حالا اگه یه نگاهی با بازی اشتوتگارت هم تو آینده بندازیم میبینیم که اشتوتگارت هم بازی سختی داره، هم با همون دورتموند بازی داره، هم با یونیون برلین بازی داره و هم با فرانکفورت هم حتی میشه گفت، هم فرانکفورتی که بایر مونیخ 5 تایی کرد و با لورکوزن هم بازی دارن اشتوتگارتی ها. حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی تو ادامه بوندسلیگا میفته و چی میشه. دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کم و کاستی ها رو ببخشین، از این آنالیزا زیاد داریم. حتما بازی فردا شب منچستر یونایتد منچستر سیتی رو به صورت اختصاصی آنالیز میکنیم و ویدیوشو تو کانال یوتیوب میذاریم و پنجشنبه شب هم فراموش نکنین که اتفاقات پنج لیگ معتبر اروپایی رو به صورت خلاصه بررسی میکنیم. خیلی ممنونم. کامنت و لایک و اینا یادتون نره. تا ویدیو بعدی، بدرود.